به نام خدا. سلام دوستان، در این جلسه آموزشی می‌خوایم در رابطه با چت جی پی تی صحبت بکنیم. ببینیم کلا این سیستم چت جی پی تی یا ربات چت جی پی تی چی هست، به چه دردی می‌خوره و ما چطور میتونیم با استفاده از اون بیایم کارهای خودمون رو ساده‌تر انجام بدیم. قرار نیست ما کارامون رو بدیم که چت جی پی تی برامون انجام بده. قراره که انجام کارهای خودمون رو ساده‌ترش بکنیم. چت جی پی تی یک مدل زبانی هستش. مدل زبانی یعنی چی؟ یعنی بر اساس تعاملات متنی کار میکنه. من یه متنی بهش میدم، اون متن من رو پردازش میکنه و یک پاسخی در جواب من به من تحویل میده. پاسخی که چت جی پی تی میده هم دقیقاً یک متن هستش. برای همینه که بهش میگن یک مدل زبانی، یعنی زبان رو میاد پردازش میکنه، اون متنی که بهش دادیم رو پردازش میکنه، متوجه میشه که من چه چیزی ازش خواستم. یعنی ازش سوال بکنم سلام خوبی، به من میگه سلام من خوبم، شما چطورید، چطور میتونم کمکتون بکنم. یعنی دقیقاً متنی که من بهش پاس دادم یا براش فرستادم رو میاد پردازش میکنه، متوجه میشه من چی گفتم و بر اساس اطلاعاتی که از قبل داره میاد جواب من رو میده. باید بدونید که چت جی پی تی توسط شرکت اوپن ای آی ساخته شده. شرکت بزرگ اوپن ای آی اومده چت جی پی تی رو تولید کرده بر اساس مدل جی پی تی. حالا جلوتر مدل جی پی تی رو بهتون آموزش میدم، یعنی بهتون میگم که دقیقاً چی هستش و به چه دردی میخوره. دقت بکنید، چت جی پی تی در پس زمینه خودش داره از یک کتابخونه خیلی بزرگ استفاده میکنه، داره از یک دیتابیس و اطلاعات به شدت بزرگ استفاده میکنه. در ابتدا هر شخصی که با چت جی پی تی مواجه بشه شاید فکر بکنه که این یه سیستمیه که میره توی اینترنت سرچ میکنه، از سرچ‌های اینترنت یه جوابی برای ما در میاره. نه دوستان، این شکلی نیست. شما فکر بکنید یک انسانی که هزاران هزار یا بهتره بگیم میلیون ها یا حتی میلیاردها کتاب رو خونده، میلیاردها مقاله رو خونده، میلیاردها آموزش رو دیده، همه چیز رو میدونه، همه فن حریفه. حالا شما میرید ازش سوال میکنید، اون همه چیز رو یاد داره، نمیره سرچ بکنه. اون انگار یک انسانی هستش که همه چیز رو یاد داره و به همه چیز مسلطه. پس ما ازش میپرسیم، اون زبان رو میاد پردازش میکنه و جواب ما رو در قالب یک متن میده که ما میتونیم از اون جواب استفاده بکنیم. حالا بریم سراغ اسلاید بعدی، ببینیم کلا جی پی تی چی هستش. اینقدر ما میگیم چت جی پی تی یا میگیم چت جی پی تی بر اساس مدل جی پی تی ساخته شده. این مدل جی پی تی چیه؟ جی پی تی مثل یک منبع، مثل یک لایبرری، مثل یک کتابخونه هستش، مثل یک موتور ماشینه. بذارید یه مثال خیلی ساده براتون بزنم تا بهتر بتونید جی پی تی رو درک بکنید. جی پی تی مثل یک موتور تیو 5 هستش. به عنوان مثال، این موتور تیو 5 رو شما میتونید بذارید روی پژو 206، میتونید بذارید روی پژو 207، میتونید بذارید روی پژو 405، میتونید ازش داخل پژو پارس استفاده بکنید. ببینید موتور همون موتوره. بر اساس این موتور میایید یک سری ماشین ها رو تولید میکنید. این کاری که ایران خودرو داره انجام میده. درسته؟ این مثال ساده رو براتون زدم تا متوجه بشید جی پی تی چی است و چطور کار میکنه. جی پی تی یک مدلی هست که بر اساس این مدل میان کتابخونه های مختلف یا بهتر بگیم ربات های مختلف رو پیاده سازی میکنن. پس چت جی پی تی یه چیزی کوچیک‌تر از جی پی تیه. جی پی تی خیلی بزرگتر از چت جی پی تی هستش. جی پی تی به مفهوم همون مدل پردازش زبانی خواهد بود. یعنی اومدن یه سیستمی رو پیاده سازی کردن، یک معماری رو پیاده سازی کردن، اسمش رو گذاشتن جی پی تی که مخفف Generative Pre-trained Transformer هستش. به معنای چیه؟ به معنای اینکه ما یک سری متن‌ها رو پاس بدیم به یک سیستمی، یعنی ما بتونیم سیستمی پیاده سازی بکنیم که متن رو از ما دریافت بکنه، متن رو پردازش بکنه، متوجه بشه که منظور ما چیه و ازش چی می‌خوایم و جواب ما رو بده. به این میگن سیستم جی پی تی. یعنی هر ماشینی که شما بتونید تولید بکنید. ماشین منظورم چیه؟ سیستم‌های سخت افزاری. یعنی کامپیوتر ما یک ماشین هستش، گوشی موبایل ما یک ماشین هستش، ساعت هوشمند ما یک ماشین هستش. پس اگر ما بتونیم یک ماشین تولید بکنیم که اون بیاد یک سری متن‌ها رو از ما دریافت کنه، متن‌ها رو پردازش بکنه و یک خروجی درستی به ما پاس بده، میگیم که اون داره از سیستم جی پی تی استفاده میکنه. بر اساس سیستم جی پی تی اوپن ای آی اومده چت جی پی تی رو پیاده سازی کرده که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. پس الان متوجه شدید چرا بهش میگیم چت جی پی تی؟ چون چت جی پی تی بر اساس مدل جی پی تی پیاده سازی شده. مدل جی پی تی رو هم که بهتون توضیح دادم. حالا سوالی که به وجود میاد، چرا نسخه های متنوع و مختلفی وجود داره؟ مثلا جی پی تی تری، دقت بکنید در ابتدایی که جی پی تی وارد بازار شد، یا بهتره نگیم وارد بازار، در ابتدایی که ساخته شد، اومدن هی تستش میکردن. اینها شاید مثلا از 10 سال پیش وجود داشتن، اما اسمشون رو
و شما نمیشنیدیم. چرا؟ چون داشتن روی اونها تمرکز میکردن، برنامه‌ریزی میکردن، ازشون تست میگرفتن ببینن اصلا قابل استفاده هستن، کسی میتونه ازشون استفاده بکنه. خب در ابتدا خیلی مزخرف بودن دیگه. مثلا ممکن بود من یک سری سوالات جنسی بپرسم و به من پاسخ بدن. حالا ممکنه من سنم به اون سوالات نخوره، پس نباید پاسخ من رو بده تا زمانی که نمیدونه من کی هستم. یا ممکنه من ازش سوال میکردم چطور میتونم خودکشی بکنم، میومد یه راه حل درستی رو در اختیار من قرار میداد، میگفت این شکلی تو میتونی خودت رو بکشی، اصلا تو چرا زنده هستی. خب این جوابها رو نباید بده دیگه، اینها باعث میشه که جامعه رو به هم بریزه. برای اینکه بتونن جلوی این اشتباهات رو بگیرن، خب هی اومدن به روز رسانیش کردن. نسخه‌ای که خیلی توجه عموم رو به خودش جلب کرد و خیلیا اسمش رو شنیدن، جی پی تی تری بود. البته این که میگم خیلیا فقط مهندسین نرم افزار، مردم معمولی همچنان اسمش رو نشنیده بودن و خبری ازش نداشتن. جی پی تی تری خیلی مورد استفاده قرار میگرفت، خیلی از مهندسین نرم افزار اسمش رو شنیدن، ازش استفاده میکردن، بر اساس اون برای خودشون ربات‌های مختلفی پیاده سازی میکردن، تا اینکه بالاخره و سرانجام اوپن ای آی تصمیم گرفت از جی پی تی 3.5 بیاد داخل چت جی پی تی استفاده بکنه. پس اون چیزی که دیگه خیلی ترکوند، خیلی ترند شد و همه شروع کردن ازش به استفاده کردن، جی پی تی 3.5 یا همون 3.5 بود. داخل جی پی تی 3.5 اومدن سیستم رو خیلی بهبود بخشیدن. یعنی چت جی پی تی دیگه الان سوالات اشتباه شما رو جواب نمیده. من اگر ازش بپرسم چطور میتونم خودکشی بکنم، شاید حتی در جواب سعی بکنه من رو آروم کنه، سعی کنه دلایلی رو بگه که من به خاطر اونها باید زنده بمونم، باید زندگی بکنم و از خودکشی صرف نظر بکنم. یعنی این رو دارم براتون مثال میزنم. حالا خودکشی یکی از اون مسائل هستش. ممکنه مثلا سوالات سیاسی بپرسیم، سوالات جنسی بپرسیم که متناسب سن اون شخص نباشه، یا خیلی چیزهای دیگه‌ای که نباید جواب بده. قبلا کمتر متوجه میشد، اما توی نسخه 3.5 دیگه به اون قدرت و قابلیت رسید که اوپن ای آی فهمید میتونه این رو عرضه عمومی بکنه، یعنی بذاره در اختیار عموم تا همه بتونن ازش استفاده کنن. پس اومد یک رباتی ساخت تحت عنوان چت جی پی تی که ما با استفاده از اون بتونیم از جی پی تی 3.5 استفاده بکنیم. پس اون چت جی پی تی که اینقدر قوقا کرد و مردم ازش استفاده کردن و همه جا اسمش رو ما شنیدیم و داریم میشنویم، همون جی پی تی 3.5 هستش، جی پی تی 3.5 توربو. حالا یک جی پی تی 4 هم وجود داره، جی پی تی 4. این چیه دیگه؟ این از کجا اومد؟ این به چه دردی میخوره؟ زمانی که اوپن ای آی دید جی پی تی 3.5 خیلی خوب داره کار میکنه و چت جی پی تی هم خیلی خوب داره جواب میده، نیاز کاربران رو درک کرد بر این که کاربران میخوان تصویر بفرستن. ببینید داخل جی پی تی 3.5 و جی پی تی 3 و کلا بهتره بگیم سیستم چت جی پی تی، کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم یه متنی براش ارسال بکنیم و یک متن رو دریافت بکنیم. حالا من ممکنه نخوام متن ارسال بکنم، ممکنه بخوام تصویر ارسال کنم. مثلا از برج ایفل عکس بگیرم، نمیدونم این برج چی هستش، اسمش چیه، ارتفاعش چقدره، کجا واقع شده، فقط یه تصویر دارم. تصویر رو بفرستم برای چت جی پی تی، بر اساس اون تصویر ازش سوال کنم، بگم این عکس میدونی کجاست، بیاد اون رو پردازشش بکنه و من بگه آره میدونم این فلان جا هستش، ارتفاعش اینقدر، مکان رو میتونی به این شکل پیدا بکنی، اینجور جاذبه‌های گردشگری داره. اینها به جی پی تی 4 اضافه شدن. در ضمن جی پی تی 4 اطلاعات بسیار بیشتری به نسبت جی پی تی 3.5 داره. یعنی چی؟ بذارید یه مثال بهتر براتون بزنم. شما تصور رو بر این بگیرید که چت جی پی تی صاحب یک کتابخونه‌ای هستش که مثلا داخل این کتابخونه 4 تا کتاب وجود داره. صاحب این کتابخونه هر 4 تا کتاب رو خونده و شما هر سوالی که ازش بپرسید جواب شما رو میده. حالا چت جی پی تی 3.5 4 تا کتاب رو خونده، چت جی پی تی که از جی پی تی 4 استفاده میکنه 100 تا کتاب رو خونده. ببینید چندین برابر، حدود مثلا 100 برابرش اومده کتاب خونده و اطلاعات اضافه کرده. پس دیتابیسی که جی پی تی 4 داره استفاده میکنه به شدت عظیم‌تر از دیتابیس جی پی تی 3.5 هستش. اطلاعاتش خیلی افزایش پیدا کرده، جواب شما رو بهتر میتونه بده، بهبود پیدا کرده و از اون طرف دیگه شما میتونید براش تصویر ارسال بکنید. یکی از ویژگیاش اینه که میتونید براش تصویر ارسال بکنیم و به صورت تصویری جواب ما رو بده. اما الان یک سوال براتون به وجود میاد، شما داخل این دوره آموزشی کدوم یکی از اینا رو میخوای بگی؟ میخوای جی پی تی 4 رو بگی، جی پی تی 3.5 رو بگی، میخوای کدوم یکی رو ما آموزش بدی تا بتونیم ازش استفاده کنیم؟ دوستان اینکه جی پی تی 4 داره استفاده میشه یا 3.5 داره استفاده میشه رو شما اصلا نمیفهمید، متوجه نمیشید. چت جی پی تی 2 تا نسخه در حال حاضر داره. در حال حاضر از نسخه 3.5 و 4 به صورت همزمان داره استفاده میکنه. چطور؟ نسخه 3.5ش رایگانه، یعنی همون پلن رایگانی که ما می‌خوایم ثبت نام بکنیم ازش استفاده کنیم، نسخه 3.5 هستش. خیلی قدرتش بالاست. فکر نکنید چون چت جی پی تی 4 اومده دیگه 3.5 به درد نمیخوره. نه، 3.5 به شدت قدرتش بالاست و هر چیزی که شما ازش سوال بکنید و هر چیزی که الان توی اینترنت از چت جی پی تی دیدید، همون چت جی پی تی 3.5 بوده که داشته ازش استفاده می‌کرد.
کرده. اما چت جی پی تی 4 که به تازگی منتشر شده پولیه، یعنی اکانت پلاسش هستش، ما باید خریداری بکنیم و هزینه پرداخت بکنیم. حالا همونطور که بهتون گفتم شما اصلا متوجه نمیشید که الان 3.5 داره استفاده میشه یا 4. اگر مثلا اکانت رایگان و پرمیومی وجود نداشته باشه شما اصلا متوجه نمیشید الان داره 3.5 استفاده میشه یا 4 استفاده میشه. در نهایت ما یک همچین محیطی داریم، یعنی یک همچین محیطی رو من میخوام بهتون آموزش بدم تحت عنوان چت جی پی تی. ما واردش میشیم، هر چیزی که میخوایم رو مینویسیم، اون رو ارسال میکنیم و اون جواب ما رو میده. حالا چت جی پی تی در پس زمینه خودش میتونه از 4 استفاده کنه، میتونه از 3.5 استفاده کنه، میتونه از 10 استفاده کنه، برای ما فرقی نمیکنه. ما مییم سوال خودمون رو میپرسیم، یاد میگیریم که چطور میشه باش ارتباط برقرار کرد، محدودیت هاش رو یاد میگیریم، ویژگی ها و قابلیت هاش رو یاد میگیریم. از این طرف اون خودش هر جوری که صلاح بدونه میره از اینها استفاده میکنه، از اونها میاد در واقع برای ما خروجی ها رو میسازه و برمیگردونه. اگر چت جی پی تی 4 باشه خب ما تصویر هم میتونیم براش ارسال بکنیم. پس اینم تفاوت بین نسخه های مختلف جی پی تی که وجود داره. فکر میکنم تمام مباحث رو دیگه اینجا بهتون گفتم، براتون باز کردم اینکه چت جی پی تی چی هست، از چی داره استفاده میکنه، از مدل جی پی تی. خود جی پی تی یک مدل و یک معماری بزرگ هستش که ربات چت جی پی تی بر اساس اون ساخته شده. حالا جی پی تی ما داره نسخه های متعدد و مختلفی هست. جی پی تی 4 داریم، جی پی تی 3.5 داریم، جی پی تی 3 داشتیم و نسخه های قبلی که وجود داشته، منتها از جی پی تی 3 به این طرف کلی مشهور شد و تازه اسمش رو ماها شنیدیم. از جی پی تی 3.5 به این طرف هم که به اوج شهرت خودش رسید. چرا؟ چون چت جی پی تی اومد از 3.5 به این طرف مورد استفاده خودش قرار داد و ما هر چی که اسم شنیدیم از چت جی پی تی شنیدیم، نه از مثلا جی پی تی 3.5 یا جی پی تی 4. حالا یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره و خیلی‌ها باز الان دارن راجبش صحبت میکنن، موضوع اتو جی پی تی هستش. میگن اتو جی پی تی دیگه چیه؟ این به چه دردی میخوره؟ همونطور که بهتون گفتم چت جی پی تی یک رباتی هست که بر اساس مدل جی پی تی ساخته شده، بر اساس معماری جی پی تی ساخته شده. پس معماری جی پی تی رو ما هم میتونیم بریم گسترش بدیم و یک سری چیزهای دیگر رو بر اساس اون بسازیم. حالا یک شخصی اومده چیزی پیاده سازی کرده تحت عنوان اتو جی پی تی. اتو جی پی تی چیه و به چه دردی میخوره؟ اول اینکه اتو جی پی تی اومده از همون معماری جی پی تی استفاده کرده، دقیقاً همون معماری که چت داره ازش استفاده میکنه، اوپن ای آی داره ازش استفاده میکنه و در وهله بعدی کار رو کمی هوشمندانه تر داره انجام میده. هوشمندانه تر یعنی چی؟ یعنی صرفاً به کتابخونه خودش اکتفا نمیکنه، از کتابخونه خارج میشه، از بستر نت استفاده میکنه. یعنی ما اگر یک سوالی از اتو جی پی تی بپرسیم ممکنه خودش سوال رو یاد نداشته باشه، بره داخل اینترنت بچرخه، پیدا کنه، استفاده کنه، تجزیه و تحلیل کنه، یاد بگیره، بیاد به ما جواب بده. یعنی تا این حد هوشمندانه داره کار میکنه. ممکنه شما برید بهش بگید من میخوام مثلا با فتوشاپ کار بکنم، به عنوان مثال، خودش ممکنه بیاد فتوشاپ رو داخل سیستمتون نصب بکنه. یعنی تا این حد به صورت اتوماتیک و خودکار همه کارها رو قراره که انجام بده. هنوز توی نسخه‌های آزمایشی هستش، هنوز به اون حدی نرسیده که همه خیلی راحت با چند تا کلیک بیان نصبش بکنن و همه کارهاشون اتوماتیک و خودکار بشه. منتها من اینجا خواستم یه ذهنیتی بهتون بدم، اگر اسم این رو شنیدید گیج نشید، بدونید چی است و به چه دردی میخوره و بدونید که اگر در آینده خیلی بیشتر مورد استقبال و استفاده قرار گرفت، یعنی باگ هاش رو گرفتن، خطاهاش رو گرفتن، به استفاده عموم رسید و عموم افراد میتونستن ازش استفاده بکنن، آموزش اتو جی پی تی رو من برای شما ضبط خواهم کرد، در اختیارتون قرار میدم تا از اون هم بتونید به بهترین شکل ممکن برای خودتون استفاده بکنید. تا اینجای کار اومدید ممکنه یه مقدار از هوش مصنوعی ترسیده باشید. ویدیویی برای شما ضبط کردم تحت عنوان آیا هوش مصنوعی جایگزین متخصصین میشود یا خیر؟ حتما این ویدیو رو مشاهده بکنید تا این ترس هایی که الان براتون به وجود اومده کاهش پیدا بکنه و بتونید بهتر با هوش مصنوعی دوست بشید و بهتر از هوش مصنوعی برای بالاتر بردن تخصص خودتون استفاده بکنید. خب برای این جلسه آموزشی تا همین جای کار کافی. امیدوارم که همواره حال دلتون خوب باشه. خسته نباشید. خدا نگهدار.